من در کل گفتم چیست؟ من در کل گفتم وقتی که میفهمی با طرف مقابل داری صحبت میکنی تمام حق با اونه و تو داری چرت میگی، میگه خدای این داره درست میگه من چرت میگم، و میگه خب من در کل گفتم. خب تو چی در کل گفتی؟ چرت گفتی. من در کل گفتم چی یاد گرفتی؟ یا مثلا تلفنی دیدیم ما در ما هم صحبت میکنن، ببین جان آخر هفته 2 روز ماشین میخوای بهت خبر میدم. چرا؟ این جمله هم خیلی آشناست برامون. میگه بهت خبر میدم، چون اون لحظه دروغ درست حسابی به ذهنش نمیرسه، فرصت میخواد. میگه 2-3 روز بهم فرصت بده من این دروغ خیلی توپل درست کنم بهت بگم که من آخر هفته خودم ماشین رو به این دلیل که مادر بزرگم زایمان داره میخوام ماشین رو ببرم مثلا زایشگاه تا آسایشگاه. اینا این چیزی که دیگه اصلا بحث شده تو این. خیلی خیلی متشکرم و ممنون. روحش شاد، خواننده خوبمون زنده یاد فرهاد رو قطعا دیگه همه میشناسید، درسته؟ فرهاد، باور بفرمایید عزیزان در زندگیم تا حالا این همه آدم بیحال رو یه جا ندیده بودم. سعادتی بود نصیب من شد این شب عیدی. البته این آهنگ رو اخیراً یه خواننده دیگه هم خونده. عزیزان ببینید از همین اولش بنا رو گذاشتید به لجبازی. اجازه بدین من هم به سهم خودم تبریک و تهنیت عرض کنم حضور با سعادت شما خوبان. افتخارهای میرزایی نوازنده خوبمون، یک پسر هنرمند، خوش آتیه، خوشگل و خوشتیپ، دنبال یه دختر خوبم میگرده. برای من خودش ازدواج کرده. من بدبخت پیر پسر شدم، هیچ که زنم نمیشه. آیا شما ایرادی در من میبینید؟ خودت کچلی. من هنوز دارم یه ذره. یه روش جدید اومده، دکتر توف میندازه خودش روش میکنه رو سرم. من اینا رو رفتم تحقیق کردم. عزیزان امشب چون شب عیده میخوام سفارشی اجرا کنم. کماکان شما با خصوصیات اخلاقی حقیر آشنا هستید. من یه مقداری قاطی دارم، اونم به خاطر این که دست خودم نیست، این شما هست. من بارها روی صحنه گفتم من هیچی نیستم، این شمایید که ماییم والا اونهان. به جون خودم یعنی الان یکی از بهترین های عرصه موسیقی پاپ روی صحنه بود. نه که بگم بخوام کار اونو ضعیف جلوه بدم، این کارا دیگه واسه من پیش پا افتاده است. من دیگه رسیدم به قول آخرش. یعنی اگر شما کمکم کنید امشب، من قول آخرشم از بین میبرم و گیم آور نمیشم. برای اینکه ثابت کنم فقط یه خط میخونم براتون. آخر راه اومدن با روزگار، گره کوریه که بخت منه، یا تموم اتفاقای بعدش شاهد زندگی سخت منه. امشب به خاطر اینکه شب عید بود خیابان‌ها ترافیک، ما می اومدیم سمت سالن. در اتوبان جلوتر از ما خانمی رانندگی میکرد. وای خدای من، یعنی من خودم به شخص وقتی رانندگی میکنم و جلوتر از من خانمی رانندگی میکنه دیگه ماتم میگیرم. چرا؟ چون 2 خصوصیت عمده در رانندگی بانوان وجود داره. 1 راه نمیرن، 2 راه نمیدن. حالا تو ای بوق بزن چراغ بده تکون نمیخوره، اصلا تکون نمیخوره.
جالب ماجرا اینجاست، وقتی بهش میرسی نگاه میکنی یه صحنه عجیب میبینی. صندلی رو چسبونده به فرمون، فرمون رو 2 دستی گرفته و تمام تلاشش اینه که سپر ماشین رو نگاه کنه. خب یکی نیست بگه خواهر من این ماشین آیرودینامیک، این 206 سپرش دیده نمیشه. ببینید خودتونم دارین جیغ و سود میزنین، دست میزنید. چرا آخه؟ خیلی کار بدیه که به القاب زشت هم دیگر رو صدا کنی. یعنی الکی خوشترین مجری ایرانه. صدای ایشون رو دقت کردین؟ صداش یه جور خاصی آدم رو میگیره، علیرغم همه نواقصی که در وجود این بشر هست، صداش آدم رو میگیره. الان یه لحظه فکر کنید من اونم. شما الان دارید میخندید، من 15 ساله میخندم، چون هیچ وقت در این 15 سال من یکی نفهمیدم این مرد به چی میخنده. نه واقعا. اما یه چیزی رو خوب فهمیدم، وقتی میخنده چشاش جایی رو نمیبینه. گفتم از اینکه خانمت رو تو یه خونه عزیزم صدا میکنی چه احساسی داری؟ گفت احساس گناه. گفتم واسه چی؟ گفت اسمشو یادم نمیاد. من چون مطمئن بودم همه شما به زبان فرانسوی مسلط هستین، خواستم قطعه فرانسوی بخونم. بله عزیزان من، یه سوال ازتون میکنم، تو رو خدا یه مقدار بدون تعصب نسبت به این سوال پاسخ بدید. به نظر شما که انسان‌های فرهیخته‌ای هم هستید، در عصر کنونی ما آیا خانم‌ها بهترن یا آقایون؟ یا وقتی همه با هم جواب میدین اینجوری میشه. اما من عرض میکنم خانم‌ها انسان‌هایی هستن خودخواه و مغرور، ولی مردها و آقایون انسان‌هایی هستن مهربان و نجیب. چرا که خانم‌ها برای مردی که نمیشناسن حتی حاضر نیستن کمکش کنن، اما آقایون برای زنی که نمیشناسن حتی حاضرن بمیرن. منتظر فرصتید نه؟ من این فرصت از شما میگیرم بعد دوباره میدم. ببینید عزیزان من، آقایون 2 تا نصیحت میکنم امشب، یادگاری از من داشته باشید شب عیدی. اولی از خودم، دومی از شکسپیر. اما اولی حواستون رو جمع کنید، خانم ها در 2 صورت گریه میکنن، یکی زمانی که فریب خوردن، یکی زمانی که میخوان فریب بدن. اما ببین فریب خورده ها زیاد هستن اینجا. اما شکسپیر چی میگه؟ شکسپیر میگه هر وقت دیدی که خانومت گریه میکنه بدون که میخواد خرت کنه، اما هر وقت دیدی که خانومت میخنده مطمئن باش که خرت کرده. برای من دست بزنید لطفا. عزیزان شما آدم آنتیک میکنید، شما من را به در میکنید. میخوام براتون موسیقی اجرا کنم، منتها به من بگید شاد بخونم یا غمگین. اصلا شاد و غمگین ولش کن، مجاز بخونم یا غیر مجاز. خب مجلس بیریاز، همه اهل دلن ماشاءالله. خوشتون نیاد عزیزان غیر مجاز دست میزنی بعدن شما میری خونه هاتون منو میبرن. این مدلی که نمیشه، که یه جوری باشه که همه چی در تعادل باشه.
زیاد خندیدین، وقتش یه مقدار گریه کنید. میگم گریه کنید، میخندید. اصلا من هر چی میگم میخندید، چون فکر میکنید من اسکلم. در حالی که اینطور نیست. من یه انسان تحصیل کردم عزیزان.